امروز قراره به مدت 24 ساعت مثل رونالدو زندگی کنم. رونالدو، البته اینم بگم که رونالدو کلی متفاوت زندگیش از ما. من ایرانم، اون پرتغاله، و اینکه یا اصلا میتونم مثل رونالدو زندگی کنم یا نه، یا اصلا چالشاشو میتونم انجام بدم، یا اینکه اصلا غذا میخوره و هر چی که میخواد انجام بده رو میتونم یا نه. حتما توی کامنت همین الان اعلام کن، با تا آخر ویدیو با ما همراه باش، بریم که مثل رونالدو زندگی کنیم. خداحافظ. آقا سلام علیک. الان ساعت 8 صبح، یعنی الان باید زود بیدار شدیم ولی خب نشدیم. رونالدو اولین کاری که میکنه چیه بچه ها؟ قهوه میخوره، بعدش میره تمرین. اوکی، ولی ما متاسفانه نمیتونیم قهوه بخوریم. چی میخوریم؟ این شما و این چای. بله، بعدش که چای زدیم بچه باید بریم زمین فوتبال و تمرینایی که رونالدو میکنن رو باید انجام بدیم. آقا بریم، لتس گو. قراره که الان داریم میریم چمن دیگه. رونالدو یعنی که میخواد بره چمن چیکار میکنه بچه‌ها؟ چیکار میکنه؟ میره دیگه، خلاصه یه کارایی میکنه، پلانکی میزنه، چیزی میزنه، خلاصه. حالا ما هم دیگه بریم زمین فوتبال. لتس گو. رفت. من موندم که توی گرما میره چمن. آقا ما یه غلطی کردیم، شما نکنید. دوستان، رونالدو خیلی زحمت کشید، یعنی همینطوره الکی نیست که آقا فوتبالیست دیگه زحمت کشید. ما هم دیگه میخوام یه روز مثل رونالدو بگذرونیم. گرمای بوشه واقعا گرمه. نمیدونم چند درجه است ولی میدونم واقعا گرمه. چرا گرمه؟ واقعا گرمه. دارم میسوزم. یه غلطی کردیم اومدیم دوستان زندگی رونالدو. ایوه. آقا بعدی تمرین بعدی که رونالدو انجام میده لانج زدنه. لانج. بریم لانج بزنیم. گرمه دوستان. وای 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 وای، خیلی گرمه. آقا تمرین بعدی که رونالدو انجام میده شناست. 15 تا شنا میزنه. ایزیه. بریم انجامش بدیم. رسیدیم به مرحله شنا. 15 تا شنا باید بزنم. آدنی بیو 300 1,000,007 300 میلیارد. خب اوکی دوستان، الان 1 میلیارد، نه 300 تا زدیم. یک شنا خیلی آسونه. با ایزی بود بابا. 300 تا زدیم دوستان، ایزی بود. رونالدو چجور شنا میزدیم من نفهمیدم. بعدی که رونالدو انجام میده پلانک ایزیه. ایزی. بریم پلانک انجام بدیم. 3 4 5 6 7. بچه 30 ثانیه پلانک داره، اینم دقت کنید. تمام. تمرین بعدی که رونالدو انجام میده چیزی نیست جز دراز نشست. دراز نشست خیلی آسونه بچه. 20 تا دراز نشست. آخه بالاخره دوستان تموم شد. ما بریم کاری بعدی رونالدو انجام بدیم. شما حتما ساب کنید. خب رونالدو بعد تمرین میاد صبحونه پروتئینی میخوره. چی میخوره؟ سیب زمینی تخم مرغ. حتی سیب زمینی تخم مرغ نمیخوره، نمیدونم چی میخوره ولی میخوره دیگه. حالا بالاخره نمیدونم آووکادو بخوره، آووکادو هر چی میخواد بخوره. ما آووکادو نداریم، فقط سیب زمینی تخم مرغ بهترین پروتئینی. خلاصه
خب اوکی، رونالدو قبل غذا، یعنی الان ساعت 1 دوستان ما باید غذا بخوریم. اوکی، رونالدو قبل غذا چیکار میکنه؟ 10 تا شنا میزنه پسر. خب ما همین کارو میکنیم، 10 تا شنا میزنیم. آقا بریم 1 میلیارد. دوستان 300 تا زدم به جای 10 تا. غذا چیه؟ غذا نمیدونم نسبتا چربی یا نه، ولی غذا ماکرونی. ایول، به عشق اینا بچه ها حتما ما رو ساب کنید. بتمن 1 این خواب الان بیداره، خوابه. بتمن 2، بتمن 3. خب اوکی، الان ما غذا رو خوردیم و حالا رونالدو چیکار میکنه الان؟ رونالدو بعد غذا بچه یا اینکه استراحت کنه میخوابه، یا مثلا 1 ساعت میخوابه، یا اینکه مطالعه میکنه. ولی خب من ترجیح میدم اینکه بخوابم تا مطالعه کنم. راستی فقط محدودیم به 1 ساعت گوشی نگاه کردن تو این ویدیو. خیلی تایم کمیه چون که ما رونالدویم. اوکی، الان ساعت 5 عصره و رونالدو عصر چیکار میکنه؟ من نمیدونم رونالدو عصر چیکار میکنه، یا شاید اصلا کار شخصی خودشو کنه، ولی خونهشو مرتب میکنه. خونه اصلا اولویت رونالدو خونه مرتب کردنشه. ما هم بریم پس مرتب کنیم خونه رو، و این که بعدش دیگه مشتی. آقا بریم. ای تو اینجا ببین. سلام. الان من چیزی که از رونالدو دیدم گاز اینی که آقا بعد از مثلا مرتب کردن میره سر چیزایی که مثلا تجاری و نمیدونم تبلیغاتی. ما که تبلیغات نداریم، ولی خب میتونیم مثلا بریم چیکار کنیم؟ بریم گیم بزنیم آقا. خلاص اوکی، رونالدو هر کاری که میکنه یه شینای قبلش میزنه. اگر نمیزنه من میزنم. چرا؟ چون که من بتمنم. اوکی بچه الان داریم FC 25 بازی میکنیم. چت داریم FC 25 بازی میکنیم و الان میتونیم بریم، به خاطر که الان کریر یعنی داریم 24 ساعت با رونالدو میگذرونیم، میتونیم مثلا بریم آقا مثلا رونالدو رو بگیریم. ما تو این ویدیو بریم رونالدو رو بگیریم. حالا آقا بریم رونالدو رو بگیریم. اصلا رونالدو اصلا ارزش مارکت چقدره نمیدونم، بریم ببینیم. کریستیانو رونالدو با ارزش نمیدونم، فکر کنم ارزشش 39 سالشه اینجا، فکر کنم طبیعتا باید 40 سال باشه، نمیدونم من. بله، ریتینگ 87 پسر. ارزش مارکت 19 میلیون چند نمیدونم، 19 میلیون میلیارد نمیدونم، ولی خب ما میریم رونالدو رو میگیریم بنازم. بچه شما اگه بازی میکنید یعنی که بگید آقا چه بازی میکنید، مثلا FC بازی میکنید، مایکرافت بازی میکنید، روبلاکس، کال آف فری فایر، حتما توی کامنت ها واسه ما اعلام کنید. و اینکه آره دیگه اومد رونالدو اومد دوستان. نه هنوز نیومد تا ما بریم معامله کنیم. خب که آقا ما اومدیم الان توی ترانسفر، الان با تو رونالدو طبیعتا الان نیم فصله دوستان. رونالدو اومد بایر مونیخ. ایول الان نیم فصله و اینکه بعد دیگه نیم فصل نمیاد، آخر فصل میاد. پس شما هم بچه حتما بگید که آقا مثلا اگر این ویدیو به لایک های زیادی برسه، مثلا لایک کامل زیاد بیشتر بشه، میرم زندگی مسی رو باز بازسازی میکنم. واقعا صبح رفتیم خیلی گرم بود پسر، یعنی رونالدو واقعا تلاش کرده واسه زندگیش. خب دیگه طبیعتا هر تلاشی، خب الان نگاه کن رونالدو چقدر پول داره مثلا، بله دیگه میخواد پول به ما بده رونالدو. خب اوکی بچه الان ساعت 8 و رونالدو خب کم کم باید بره بخوابه، ولی ما نمیریم بخوابیم، ما حتما میریم فوتبال نگاه میکنیم. و اینکه قبلی که بریم فوتبال نگاه کنیم باید 10 تا شنا بزنیم. 10 تا شنا بچه. فیلم اینجا بگی بچه
بازی اسپانیا و عربستان سعودی. سه تا خورده عربستان آجی. اصلا یامان نمیده، یامان گل زد اصلا. یامان گل زد؟ گل اول. گل اول یامان اصلا. حتما اگه رونالدو فنید دوستان یامان خب آقا بریم واسه دست. آقا بریم واسه دستشون 1 میلیارد. اوکی بچه بازی اسپانیا و عربستان سعودی که اسپانیا 3 تا زده. اوکی و اینکه بچه حتما توی کامنت ها بگید که آقا کدوم تیم قهرمان جام جهانی میشه. من میگم مثلا قهرمان جام جهانی به احتمال زیاد برزیله، شما نمیدونم. آیه فیلم به نظرت کدوم قهرمان میشه؟ اسپانیا الان 3 تا زده. بله اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه. یه ساعت تمام. آقا بریم بازی نگاه کنیم و بعدش یه شام رونالدویی و بعدش هم بخوابیم. اوکی خب اوکی بچه رسیدیم به شام. و اینکه شام چیه بچه؟ شامو دیگه نمیتونم سیب زده تخم بخورم. شام آش بوشری. آش من نمیدونم کدوم فکر کنم بوشهر بود دیگه، طبیعتا ما دیگه بوشهر هستیم دیگه. آش دوستان اصلا رونالدو تا آش خورده؟ اگه رونالدو ایران اومد آقا میارمش بوشهر به شام میدم اگه این ویدیو به 1 لایک برسه. خب اوکی بچه شامو بزنیم و دیگه کم کم بریم لالا کنیم لالا. و اینکه حتما بچه‌ها نمره بدید، نمره که نه حتی اگه این ویدیو مثلا ویو بگیره یا اینکه 100 تا لایک برسه بچه‌ها میرم باز زندگی مسی رو باز میشم. بریم آش بزنیم دوستان.